با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. چرخنده هستم و چرخنده دارم میرم. امروز اومدم کمی باهاتون درد و دل بکنم. عزیزان خوب هستید؟ ببینید عزیزان، من اگر بخوام راجع به زندگی خودم صحبت کنم، یکی از بزرگترین سعادت هایی که به من دست داده بود همون 3 ماه خدمت در سنگرهای فرهنگی سوریه در میان برادران و مدافعان حرم بود. من اونجا درس توسعه فرهنگی میکردم. بسیاری شما از سوال کردین، گفتین زیر چشات چقدر سیاهه اینا. عزیزان اینا همه از مسئله کمخوابیه. خب من اونجا خیلی توسعه انجام دادم، توسعه های فرهنگی کردم، ساعتها، روزها، شبها اونجا توسعه میدادم، فعالیت میکردم. بزرگترین سعادت زندگی 3 ماه شب و روز در کاره فرهنگی در سوریه خدمت میکردم و همونجور که در مصاحبه من با مجله المناز بناز که شنیدید که یکی از کارهای خیلی مهمی هم که در این مرحله انجام دادم این ملاقاتی بود که با ملای بزرگ لبنانی انجام دادم که در اون ملاقات راجع به انتقام سخت و فشار سخت و انتقام سخت بسیار صحبت کردیم. این گفتگوها هر روز انجام می شد و خیلی گفتگو کردیم، همش تلفنی بود و خیلی به نتایج خیلی خوبی رسیدیم. خیلی راجع به این انتقام سخت و چجوری گرفتن و این فشار سخت و چجوری وارد کردن صحبت می کردیم. گفتم گفتگوها خیلی خوب بود و دیگه کم کم هم که دیگه تمام فعالیت ها رو که انجام دادم، برای خدمت ها رو که انجام دادم، همونجوری که میدونید رهسپار عراق شدم. اونم که مردشور بردی امروز مثل که بعض اونجا خیلی خراب شد. البته من شوهر 4می رو شوهر کردم که البته ایشون هم 4 تا زن داره. من اصلا به علاقه 4 خیلی علاقه دارم. یکی توسعه فرهنگی در سوریه، گفتگوهای تلفنی، فشار سخت و شوهر 4م، اونم زنی 4م. البته من آخری هستم و تو صف واسم، اما خود سن بالاست، پخته تر هستم. برای من میان کانسالتینگ میگیرن خانمای دیگه، خیلی خوش میگذره. آره شما سعی کردین، تلاش کردین اینجوری. برید که گفتم اینم باهاتون در میان بذارم. هر جا که هستید خوش باشید تا صحبتی دیگر.